خب به نام خدا، خانمی که یک هفته پیشتر به منطقه قلمین یعنی 40 کیلومتری فاصله 40 کیلومتری شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور سنگسار شده با شکل مظلومانه کشته شد که نه به قانون اسلام، نه به قانون بشر، نه به قانون اساسی. واقعا خانمای ولایت غور مشکلاتی به سزایی دارن، هم به بد دادن، به فروختن و محروم از تعلیم و تعلم. واقعا این مشکلات بسیار زیاده و این خانم داستانش طوری بوده که قبلا به شوهری داده بودن که مطابق میلش نبوده و بعد از او خانم همراه پسری که خانمی داشته و خانمی از او صغیر بوده همراه از او فرار کرده و با حالت فرار دستگیر شده و به شکل مظلومانه کشته شده. بنابراین از جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و از حکومت وحدت ملی خواهش مهمیه که حکومت‌های موازی و افراد مسلح غیر مسئول و خصوصا طالبا باید برداشته شوند که لاحقل بتانن خانم‌ها به عنوان یک انسان به زندگی خود بپردازند.